قرار این باکس فانتزی رو با هم دیگه برش بزنیم و کار مونتاژش رو انجام بدیم. فقط قبل از اینکه شروع به کار بکنیم من یه نکته رو بگم. برای اینکه این باکس رو، این طرح رو، یعنی این طرح آماده رو که کامل به صورت کاملا دقیق طراحی شده و الگوش در اومده رو بتونین دانلود بکنین، از طریق آدرس اینترنتی که زیر این ویدیو درج شده میتونین این طرح رو دانلود کنین. علاوه بر این طرح شما میتونین با دانلود کردن این طرح این دوتا طرح رو با همدیگه داشته باشین. یعنی توی دانلود این طرح دوتا طرح آماده از باکس فانتزی رو کنار همدیگه میتونین دانلود کنین و با دیدن این ویدیو به راحتی کار برش و مونتاژش رو با همدیگه انجام بدین. این طرحی که الان هست که نمیدونم چقدر توی ویدیو مشخصه، یه سری خطوط روش هست، یه سری خطوط مشکی رنگ داره و یه سری خطوط نقطه چین قرمز رنگ داره. من یه توضیح در مورد این خطوط بدم. این خطوطی که مشکی هستن خطهای برش هستن و شما یا با قیچی یا با دستگاه برش اونا رو باید برش بزنید. ولی این خطوطی که خطوط قرمز نقطه چین قرمز هستن، اینا خطوط تا هستن و جعبه و باکسمون از این قسمت تا میخوره و چسبونده میشه و در نهایت اون باکس نهایی رو ما میتونیم داشته باشیم. من یه نمونه از این باکس رو با قیچی برش زدم، با دست برش زدم و الان مراحل خط تا و چسبوندنش رو با هم دیگه انجام میدیم. این قسمت از باکس که خط مشکی داره باید با قیچی برش بخوره. من این قسمت ها رو برش میزنم. اینجا برش خورده، اینجا رو هم من برش میزنم، این قسمت برش خورده و اینجا هم برش خورده. حالا یه سری خطوط قرمز، نقطه چین قرمز روی این باکسمون هست که اینها خط تا هستن و اینجا هم دو تا دایره هست که ما اینا رو با پانچ باید در بیاریم که محل عبور روبان هست برای بستن این باکس. من اینا رو با پانچ سوراخ میکنم. خب حالا اون قسمت هایی از باکس که قراره تا بشه رو هم من میام با استفاده از یه ابزاری که نوکش تیز نیست که باعث برش بشه، شما میتونید برای ایجاد خط تا روی باکس از این ابزار استفاده کنید. حالا این ابزاری که من استفاده میکنم از ابزارهای مجسمه سازی هست، دایتینگ هست. شما میتونید از هر ابزاری که تیز نیست، مثلا از یه خودکاری که تموم شده و دیگه خط نمیکشه هم میتونید استفاده بکنید. من خطکش رو روی این قسمت میذارم که نقطه چین قرمز هست. این قسمت هم لازم هست تا بخوره. اینجا رو هم خط تا من میزنم. این قسمت هم که کناره باکس هست رو هم من خط تا ایجاد میکنم. خب حالا از این قسمت ها من میام جعبه رو تا میزنم. و این طرف در باکسمون کناره های باکس رو هم تا میزنم و در آخر نوبت چسبوندن بغل باکس هست. یعنی اینها میشه
کناره باکس که شما باید با چسب اینا رو بچسبونید. برای چسبوندن بغل این باکس شما میتونید از چسب حرارتی یا چسب دو طرفه استفاده کنید. من از چسب دو طرفه استفاده میکنم. اینا رو اینجا میچسبونم. اینا میره داخل باکس. حالا برای درب باکس من از روبان استفاده میکنم. این قسمت روی هم قرار میگیره و از یه روبان، حالا روبان با هر رنگی که شما تمایل داشته باشین میتونید برای باکستون استفاده بکنید. این هم روبانی که برای و در نهایت میتونید این باکس رو داشته باشید. فقط یه توضیح اضافه من بدم. وقتی که این فایل رو از سایت دانلود میکنین، این فایل طرح آماده باکس رو از سایت دانلود میکنین، لایه باز این طرح هم داخل فایل قرار داره و شما خیلی راحت میتونین از اسم یا لوگوی خودتون روی این باکس استفاده بکنین و میتونین هر ادیتی که بخواین روی این باکس به دلخواه خودتون بزنین و اینو کاملا شخصی کنین برای خودتون.